بعد از بازدیدمان از مرکز سلامتی ما راه پیش گرفتیم سوی مؤسسه رقمی 48. در اینجا به ما اطلاع دادند که در خوانش سال 2020-2021 596 نفر خواننده در دو بست تحصیل نمودند که به آنها 43 نفر آموزگاران تعلیم و تربیت دادند. این مؤسسه دارای 20 صنفخانه، کابینت‌های فنی، کتابخانه و دیگر شرایط‌های لازمه برای تعلیم و تربیت میباشد. سروری مکتب در همکاری با آموزگاران و والدان تصمیم گرفته است که برای پوره برطرف کردن نارسایی صنفخانه در مؤسسه مذکور 6 صنفخانه علاوگی را ساخته به استفاده دهد که در آینده نزدیک ساختمان آن شروع می‌گردد. من شیربایف امرالله دیرکتور مؤسسه تحصیل میانه عمومی رقم 48 دیه وزیر جماعت دیات سرم شهر پنجکین میباشم. مؤسسه ما از سال 1986 تا امروز کار فعالیت دارد. در مؤسسه امروز 596 نفر خوانندگان تحصیل دادند و 45 نفر آموزگاران فعالیت کاری دارند. در مؤسسه 20 صنفخانه و یک عدد کابینت فنی تکنولوژی اطلاعاتی فعالیت دارد. خب کتابخانه مؤسسه بیشتر 4,500 کتاب درسی تعلیمی و بدیهی موجود است. خب در 30 سال دوام استقلالیت مؤسسه ما در سالهای 2000 به حالت صدمه آمده رسیده بود، چونکه از بالای بام آب میچکید. با دستگیری حکومت شهر، دستگیری مردم دیها، آموزگاران ما توانستیم با پوشی مؤسسه را از نو کنیم. هر از این پل‌هایی که در دوری شوروی ساخته شده بودند فرسوده شده، با بتون‌های وی فرسوده شده قریب به سوراخ‌شوی آمده رسیده بودند. آن را نیز با دستگیری حکومت، با دستگیری مردم دیها، با دستگیری جامعه آموزگاری توانستیم تمام صنفخانه‌ها را پاک کنیم. خب در آینده ما نقشه داریم، از بس که روز تا روز در مؤسسه صفی خوانندگان زیاد شده است، در نقشه داریم نه کم از 6 صنفخانه علاوگی ساخته به استفاده می‌دهیم. اشتراک خوانندگان شما در آزمون‌های جمهوریوی، ولایتی و شهری چگونه است؟ اشتراک خوانندگان ما در آزمون‌های از بس که مردم اینجا مردم ازبک زبان هستند، از شهری بالا رفته نمی‌توانند، چون با تمام آزمون‌ها با زبان تاجیکی می‌شود. فقط سال‌های آخر در آزمون‌های شهری اشتراک می‌کنند، جای دوم، سوم و یکم را می‌گیرند. نگفته نماند که در این مؤسسه خوانندگان از دهه‌های افضلی، نور زندگی و دهه رجبعلی به تعلیم فرا گرفته شدند. در دهه نور زندگی عائله‌های خوشبخت خیلی زیاد هستند. ما تصمیم گرفتیم تا با یکی از این عائله‌های خوشبخت دهه صحبت انجام دهیم. با همین مقصد راه پیش گرفتیم سوی منزلی صادق و روشن. صادق و روشن در 3 حصه زمین نزد حولیگیش بودرینگ کشت نموده است. چطوری مشاهده کردیم کشتی او حاصلی خوب به بار آورده است. ضمن صحبت به ما قهرمان برنامه اطلاع داد که مدت است با کشت و کاری بودرینگ مشغول است و همه ساله ثمره خوب به دست می آورد. بعدا ما اطراف برد و باخت این عائله با پدر خاندان و دیگر اعضایان عائله‌اش صحبت انجام دادیم. من صادق روشن Eşanquloviç şu Tegirman Nuri Zindagi qishlog'ida doktor bo'lib 36 yildan beri xizmat qilib kelyapman. Men 82-yil Dushanbe meditsina o'chilishiga kirib 86-yil tugatib kelib, mana shu qishloq punktida doktorxonasida 36 yildan beri doktor bo'lib xizmat qilib yuribman. Mana shu oilamda men 5 farzandning sohibiman. 2 ta o'g'il, 3 ta qizim bor. 3 qizimni oilador qilganman. Hammasi farzandlari bor. 15 ta nabiraliman. Xotinim Aymatova Nodira.
Bizlar turmushimizning qurilishi 86-yil oilador bo'lganmiz. Ma'lumotni katta o'g'lim, ikki o'g'lim ham o'qigan. Universitetda, Toshkent universitetini tugatgan. Hozir Rossiyada katta o'g'lim. Kichik o'g'lim hozir mana shu yerda ishlayapti, o'qiydi. Kelinim tibbiyot kollejida, Toshkent tibbiyot kollejida 3-kursni tugatdi. Kelasi yil hamshira bo'lib o'zida ishlatish niyatim. O'zim bilan birgalikda faqat ikki o'g'limdan ikkita 3ta nevarani men bilan yashaydi. Bir o'g'lim, ikki o'g'lim, 3ta nevaram men bilan ishlaydi. Munosabat shuma kelinoq chiqil, do'modoq chiqil. Kelinlari bilan menga xizmatimni juda yaxshi xizmatimni qiladi. Munosabatimiz ham yaxshi. Farzandli, oilamiz tinch. Xizmatkor, kelinlar bilan, qizlarim ham oilalari bilan hammasi tinch, yaxshi, farzandli, bola chaqali, 3, 4, 5 ta farzandlari bor. Dar haqiqat ham 30 so'li